آیا میشه در یک ماه تافل 90 و 100 به راحتی گرفت با 4 تا کلاس یا 4 تا جزوه؟ جواب خیلی کوتاهش اینه که نه برای همه. برای افراد بسیار کمی این موضوع اتفاق میفته و چقدر هم خوشحال کننده است اگه این اتفاق بیفته. معمولا این افرادی هستن که میان میگن تافل خیلی آسونه، من تونستم با 2 تا کلاس جمعش کنم یا با 2 تا جزوه جمعش کنم. ولی وقتی با طرف صحبت میکنی میبینی که این طرفی که داره این ادعا رو میکنه به نحوی از آنها پیشینه داره، وگرنه امکان نداره کسی از سطح 0 یا بهتر بگم elementary که میشه در حد همون دبیرستان ایران بتونه راحت تو 1-2 ماه یه تافل نمره‌ای بالا بیاره. من خودم به شخص دیدم افرادی که به راحتی مثلا 80 گرفتن، ولی همون فردی که 80 میخواسته 90 میخواسته، 93 میخواسته یا حتی 100 میخواسته. پس let's face it، نمیشه بدون پیشینه، بدون زبان عمومی در بازی 1-2 ماهه تافل نمره بالا بیاری. حالا بیایم بررسی کنیم افرادی که پیشینه دارن چه افرادی هستن. این افرادی نیستن که فقط کنکورشون رو چند درصد زبان زدن، مثلا 60-70-80% زبان عمومی زدن یا حتی زبان تخصصی زدن. معمولا کنکور ایران اصلا تعیین کننده نیست. کم و بیش میاد اون فردی که حتی درصد بالایی داشته خودش پیشینه داشته که بعد توی کنکور هم خوب عمل کرده. ما این افراد رو میذاریم کنار. ما در مورد افراد دیگه داریم صحبت میکنیم که وقتی با ما حرف میزنن در مورد پیشینه‌شون میگن من در کل مشکلی نداشتم و توی دانشگاه هم برای کنکور من 70% زبان زدم. من معمولا وقتی کسی اینو من میگه در جا تن و بدنم میلرزه، میگم آخ این یه ماهه نمیتونه جمعش بکنه. در استپ بعدی میایم میبینیم که خب تو چقدر فیلم و سریال دیدی، چقدر پادکست گوش کردی، چقدر اخبار دیدی، چقدر کلاً به انگلیسی سرچ کردن و گوش کردن در موضوعات مختلف برای تو جذاب بوده. من افرادی رو دیدم که حتی کلاس زبانم نرفتن تو زندگیشون، چون تو پرانتز تو ایران خیلی موده کلاس زبان رفتن برای زبان عمومی که خیلی هم کار خوبیه و باید این اتفاق بیفته، ولی خیلی هم نرفتن. ولی این افرادی بودن که اهل یوتیوب بودن، یعنی میرفتن در موضوعات مختلف در مورد دیسکاوری های مختلف، مثلا تک، دنیای تک، توی ساینس چیزای مختلف میدیدن. تو رشته های خودشون زیاد فایلای آموزشی دیدن، حتی فایلای آموزشی که با لهجه های هندی بوده، ولی گوششون تقویت شده، وکب های مختلفی رو شنیدن و تو ذهنشون اکتیویت شده. ولی وقتی طرف هیچ پیشینه ای نداره و پا میشه میاد میگه میخوام تافل رو جمع کنم چون من آدم باهوشیم، چون من همیشه تو زندگی موفق بودم، معمولا به بنبست میرسه. آیا کلا نمیشه تافل نمره بالا آورد؟ چرا نمیشه؟ تو همین ایران هر روز هزار نفر هستن که نمرات بالا میارن و معمولا در اوریج جهانی بچهای ایرانی اوریج بسیار بالاتری حتی نسبت به کشورهای اروپایی دارن. ولی مشکل اینه در مورد خیلی از این تجربه ها ما نمیایم صحبت کنیم که بگیم یه سری افرادم تو ایران هستن که اتفاقاً تعدادشون خیلی بالاتره و اتفاقاً اینها 2 بار 3 بار 4 بار و 5 بار تافل میدن و بعدش هم میگن فرسایشی شده و 1 سال 2 سال ول میکنن، 3 سال دیگه دوباره میان سمت تافل. این افراد چه کار کردن؟ این افرادی بودن که گفتن من انگیزه دارم پس میتوانم، من هوش دارم پس میتوانم، من حافظه خوبی دارم پس میتوانم. یعنی گول این 3 تا مورد رو خوردن، در صورتی که ما در زبان فقط یه چیزی میخوایم: استمرار و لذت بردن از پروسه، لذت بردن از اینکه هر روز ببینم این ادجکتیو حرف اضافهش اینه، ببینم که یه سری استثناءات تو اون گرامری که من خوندم وجود داره. همیشه با اتیتود چه جالب زبان بخونن، نه افرادی که بگم وای خاک بر سرم یه جزء بده که اینا رو داشته باشه، یه جزء بده که حرف اضافه‌های فور و پشت سر هم داشته باشه، یه جزء بهم بده که کالکیشنای اون تاپیکو داشته باشه، من یه هفته‌ای بخونم جمعش بکنم. افرادی که معمولاً دنبال جزء خونی و پکیج و یه کلاس خاص هستن، افرادی هستن که خیلی آسیب می‌بینن، به شدت پروسه واسهشون سخت‌تر میشه. و من اساساً بچه‌ها میگم انگیزه، هوش و حافظه رو بندازین کنار و در عوض دیسیپلین رو وارد زندگیتون بکنید. دیسیپلین میتونه این باشه که امروز 1 ساعت بخونم، فردا 1 ربع بخونم، پس فردا 2 ساعت بخونم. اگه همین پروسه رو شما هر روز انجام بدین، مطمئن باشید به نتیجه میرسین. تا کسی که میخواد تو 1 ماه روزی 14 ساعت درس بخونه و خودش رو خسته میکنه و حالش از همه چی به هم میخوره. پس خواهشاً این اشتباه رو نکنید. کاری که باید پس بکنید اینه که دیسیپلین توی خوندنتون داشته باشید در هر مهارتی، reading, listening, speaking, writing. به نحوی از آنها باید خودتون اصطلاحاً ایمرس کنید توی زبان. نباید درگیر کلاسی، جزوه‌ای یا پکیجی باشید.
ایمرژن مسئله بسیار مهمیه. در ایران معمولا با کلاس زبان، با داشتن یه اسپیکینگ پارتنر یا به طور کلی استادی پارتنر، با اکسپوژر داشتن به فیلم و سریال، پادکست و اینها به دست میاد. پس من خواهشم از شما اینه اگه واقعا میخواید زبان یاد بگیرین در هر بازه‌ای 1 ماه تا 1 سال باید اکسپوژر داشته باشین و بعد از این پروسه لذت ببرین. هوش و حافظه و رزومه خودتون رو فراموش کنین. آیا من گریجویت دانشگاه شریفم یا 10 تا مقاله ISI دارم یا از هاروارد پذیرش دارم، هیچ کدومش کافی نیست برای نمره بالای تافل. تافل مهارتیه که احتیاج به کارورزی داره. آیلتس هم همینه، دولینگو هم همینه، PTE هم همینه. اساساً یاد گرفتن همه ای اسکیل ها من جمله زبان یاد گرفتن احتیاج به یه اینترنشیپ داره. یعنی تو باید کارورزی انجام بدی توی زبان. باید توی زبان غلط بخوری و لذت ببری از اینکه هر روز وارد دنیای جدیدی میشی و چیزهای جدیدی یاد میگیری. دنبال کامفورت زون نباید باشین توی زبان. خیلی از بچه‌ها دنبال کامفورت زونن، میگن حالا که من کلاس فلانی رو در گرامر رفتم پس دیگه الان نباید گرامر جدید ببینم. چرا من 10 جلسه کلاس رفتم و الان رفتم مثلا توی ریدینگم یا توی رایتینگم با یه گرامر جدید روبرو شدم، فهمیدم یه چیزایی رو بلد نیستم. همیشه همینه. یعنی شما هر کلاسی هم که برید، کلاسای تخصصی تافل و آیلتس اگه برید، تا یه حدودی به شما یک سری پکیج میده. بقیه اونها رو خودتون باید بخونید. خودتون باید درگیر یه سری مسائل میکرو بشین، چون اکثرا توی کلاس ها ما مسائل ماکرو رو کار میکنیم. مثلا توی گرامر چیزایی مثل کنجانکشن ها، مثل کلاز ها، مثل شرطی ها، ولی اینکه فرق آدر و انادر چیه، فرق دورینگ و وال چیه، حرف اضافه یه ادجکتیو یا یه فعلی چیه، اینها بستگی به خودتون داره. اینکه تو قسمت سوم فعل ها رو بشناسی و حفظ کرده باشی به تو مربوطه. اینکه تو تسلط به زمان ها داشته باشی و موقع رایتینگت بتونی از زمان ها درست استفاده کنی به تو مربوطه. تو چقدر کارورزی انجام دادی که انتظار نمره بالایی داری در بازه 1 ماهه. خیلی از افرادی که میان ادعا میکنن که تافل آسونه، من تو 1-2 ماه جمع کردمش، افرادی هستن که حداقل میگم تو 2 تا مهارت خیلی خوب عمل کردن، از قبل پیشینه دارن. مثلا در ریدینگ و لیستینگ این افراد به نسبت بقیه قوی ترن. یا حتی بذاریم پا فراتر بذارم، افرادی هستن که در لیسنینگ خیلی قوی هستن. چون شوخی نداریم، امتحان توفل IBT امتحانیه که توش لیسنینگ مهمه. یعنی اگه طرف تو لیسنینگ بلنگه در همه مهارت‌ها غیر ریدینگ میلنگه. یعنی به طور دیفالت هم لیسنینگش میلنگه، هم اسپیکینگ و هم رایتینگش، چون ما بالاخره تسکای تلفیقی و ترکیبی داریم. پس من هشدار میدم اگه شما فردی هستین که لیسنینگتون ضعیفه و میایید به من میگین که من میخوام تو 1 ماه 2 ماه چون باهوشم، چون خیلی خفنم، چون من خیلی آدم توانایی به رزومم اگه نگاه کنین و میفهمی میخوام که این نمره رو بیارم، من معمولا میگم خودتو گول نزن. لیسنینگ وقتی ضعیف باشه یعنی زبان عمومی شما ضعیفه و اگر زبان عمومی شما ضعیف باشه باید اول رو این موضوع کار کنین. نمیتونی بری کلاس تافل و انتظار اینو داشته باشی که اون مدرس یا چند تا مدرس که باش کلاس داری بتونن معجزه‌ای انجام بدن. به هیچ عنوان. خودتون خواهید دید که بعد این کلاس رفتنها یه ذره ناامید میشین، میگین حالا من یه جلسه کلاس رفتم ولی مثل اینکه 6 روز خودم باید بخونم، مثل اینکه خیلی چیزا رو باید حفظ کنم، مثل اینکه خیلی چیزا رو باید تحلیل کنم، مثل اینکه خیلی کارهای دیگه باید انجام بدم. ای وای من چرا زودتر زبان یاد گرفتن رو شروع نکردم. پس همه اینها رو در نظر بگیرید وقتی یه نفر میاد به شما میگه که تافل آسونه یا میتوانی در 1 ماه نمره 90 یا 100 بگیری. ببینید که آیا پیشینه دارید، ببینید که آیا در 1 الی 2 مهارت اولردی خوب هستید یا نه، و ببینید که آیا با انگیزتون دیسیپلین هم وجود داره. در ویدیوی بعدی در مورد اتیتود کلی ایرانی ها نسبت به آموختن زبان صحبت میکنم. با من همراه باشید.